رویکرد مثبت و انتظارات نشانه شخصیت‌های فوق‌العاده است. سلام های صمیمانه خدمت همه شما بینندگان عزیزی که بیننده برنامه معرفی کتاب از چنل یوتیوب کابل وقت هستین. امیدوارم در هر گوشه و کنار دنیا که هستید دور از گزند و روزگار باشین. عزیزان، در این هفته میخواهم یک کتاب انگیزشی را بر شما به معرفی بگیرم که این کتاب واقعا یک کتاب فوق العاده حالی هست. عنوان این کتاب توجه مرا جلب کرد. این کتاب مطالعه کردم و خواستم بر شما به معرفی بگیرم که رازهای درباره زندگی که هیچ کس باید نداند و همچنان بدترین کتاب دنیا که گرد آورنده این کتاب احمد ارشاد علیزاد می باشد. دارای 99 صفحه هست. در سال 1397 به چاپ رسیده. در این کتاب نظریات و پیشنهادات نویسندگان و دانشمندان بزرگ جمع‌آوری شده هست. شما می توانید این کتاب از هر کتابخانه به دست بیاورید. متوجه شده ام خوششانسی را می توان پیش بینی کرد. اگر می خواهید شانس بیشتر داشته باشید، فرصت های بیشتر برای خودتان فراهم کنید. فعالتر باشید و بیشتر دیده شوید. این بود برنامه معرفی کتاب این هفته ما. تا برنامه بعد در خدمت شما قرار می گیرم. شما را به الله پاک بی‌نیاز می سپارم. وقت بخیر.